سلام، امیدوارم خوب باشید. آتش سمزم هستم، مدرس حرفه‌ای دوره‌های آیلتس با یک کارگاه ایده پردازی در خدمتتون هستم و تو این کارگاه قرار یاد بگیریم چجور برین استورم کنیم و توی این برین استورمینگ بتونیم ایده‌هایی رو که میدیم ایوالویت کنیم و اسس کنیم. این یه چیز بسیار مهم هست تو امتحانات بین‌المللی مثل آیلتس و توفل که بتونید ایده‌هاتون رو ایوالویت کنید و اسس کنید و این دوره برین استورمینگ به این کمک میکنه. خب همونجور که گفتم خدمتتون آتش سمزم هستم و در خدمتتون هستم با این کارگاه و امیدوارم که براتون مفید باشه. میخوایم راجع به اینی که اصول برین استورمینگ چی است و چه تکنیک هایی داره صحبت کنیم و خب یکی از این افرادی هم که خب تو این زمینه زیاد کار کرده اوسبورن هست که میگه it is easier to tone down a wild idea than to think up a new one. خب از هر وایلد آیدیایی هم داشته باشید بچه اکسپتبل هست و خوب هست و منجر میشه به یک حالا حتی رایتینگ خوب. برین استورمینگ حالا اسمای مختلف داره و با نامهای مختلف شاید بشناسینش. یکی از این اسما کریتیو تینکینگ هست که خب اسمش هم روشه، باید خلاقانه فکر کنید. یعنی که به صورت سنتی straight forward بخوام از یک نقطه صفر به یک صدی برسید همیشه نمیشه و خب باید یه روش‌های خلاقانه تری داشت که بتونید در این وسط ایده ها رو بستش بدید، بازش کنید و حتی بهش اضافه کنید، کم کنید که اینا رو قرار امروز یاد بگیم. ایدییشن هم باز بهش میگن که از ایدیا میاد، همون ایده، و خب حالا این اسمایی هست که روش گذاشتن و صداش میکنه. حالا شما هر چی میخواید صداش کنید ولی خب در کل اون اصولش و پرینسیپلزش مهمه و روش‌هاش مهمه که امروز اگه اشتباه نکنم 12 تا روش برای برین استورمینگ رو با هم دیگه کار خواهیم کرد و یاد خواهید گرفت. امیدوارم که براتون مفید باشه. خب بریم ببینیم برین استورمینگ پرینسیپلز. همونجوری هم که گفتیم اوسبورن چیا میگه. اول چیزی که مهمه focus on quantity rather than quality. خیلی شما از همون ابتدایی که میخواید بچه‌ها یه ایده رو کاغذ بنویسید همش به این دارید فکر میکنید وای این حالا واقعیت داره نداره، درسته غلطه، نکنه اگزامینر بگه مثلا خب این الکی نوشته، از خودش نوشته، یه چیز چرت و پرتی نوشته. مهم نیست. کوالیتی در قسمت اول توی برین استورم کردن مهم نیست، کوانتیتی مهمه، تعدادش مهمه. شما 20 تا ایده بیار، اصلا 18 تاش خنده‌دار و مزخرف، مهم نیست. این برین استورمینگه بچه‌ها، فاینال درافت یا اون نوشتن آخرتون که نیست که. پس allow no criticism. هی خودتون رو نقد نکنید که وای حالا اینجاش مثلا اینجوری شد، اونجاش بد شد، این یک کمی مثلا بی ربطه، اینجاش بی ریخته، اینجاش مثلا خیلی ایده الکی شد، بچگانه شد. اصلا خودتون رو کریتیسایز نکنید وقتی ایده میگید. بذارید هر چی هست تو ذهنتون رو بیارید رو کاغذ. حتی welcome far-fetched ideas، اون ایده‌ای هم که حتی دوره و حتی فکر میکنید که ممکنه بهش نخوره رو بیارید و بگید، هیچ اشکالی نداره و مهم نیست. و build upon each other's ideas. اگر هم حتی بتونید حالا با دوستی، فامیلی، آشنایی و حتی خودتون تکی بتونید هی روی ایده‌تون بیارید، حالا به روش‌های مختلفی که امروز یادتون میده، این هم بسیار کمک کننده است و جنبه‌های جدیدی توی ایده باز میشه. پس این رو امروز کار خواهیم کرد. پس کوانتیتی مهمه نه کوالیتی. کریتیسایز نکنید، انتقاد نکنید از خودتون، نقدش نکنید. حتی ایده‌ای که دورترن هم بگید و هی سعی کنید بهش اضافه کنید، پر و بال بدید که اینا رو کار میکنیم امروز و یادش میگیرید. خب بعضی وقتا مصیبته برای بچه‌ها که بخوان ایدیا بدن. یعنی وقتی میخواد ایدیا بده غم و غصه سنگین او را فرا میگیرد و خب این یه مقدار بده. حالا چه کار میشه کرد که این استرس و این غم و غصه رو از بین برد؟ میتونید هولوش 10 دقیقه، حالا 10 دقیقه 15 دقیقه من اینجا نوشتم، شما فکر کنید شاید با 5 دقیقه این کار بشه، میتونید انجامش بدید. 10 تا 15 دقیقه به خودتون وارم اپ اکسرسایز بدید. این وارم اپ اکسرسایز به چه صورت میتونه باشه؟ شما تاپیکتون راجع به ایمیگریشن یا مهاجرت، خب ایده‌ای ندارید، ولی شما رشته‌تون مثلا راجع به مهندسی کامپیوتر، راجع به کامپیوتر خیلی حرف دارید برازد. بیاد در حد 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه شروع کنید راجع به اون تاپیک فان و اون تاپیکی که اطلاعات زیاد دارید اول برین استورم کنید. خب نگاه، این هیچ ربطی نداره به اون تاپیک ایمیگریشنتون فرضاً، ولی
حداقل یک ورزش ذهنیه برای اون برینتون و برای مغزتون و دارید گرمش میکنید یه جورایی. پس نگاه کنید با اینکه بی ربطه ولی نرمشه دیگه. شما باشگاه که میری اولش نمیری وزنه 30 کیلویی بزنی، اول با این خودت 10 دقیقه گرم میکنه، حرکات کششی انجام میدی، بعد میری وزنه 30 کیلویی رو هم میزنی. شاید شما بدوی تو باشگاه رو تردمیل بری، تردمیل هم هیچ ربطی به دمبل نداره ولی خب میری انجامش میدی دیگه. پس اینم اوکیه، یعنی ذهنتون رو اول نرمش بدید و ورزشش بدید. یه فان تاپیک، یه تاپیکی که روش مسلطید انتخاب کنید، 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا ایده برین استورم کنید رو کاغذ، بذارید ذهنتون یه کمی اولش استرسش کم شه و نرمش کنه. این یکی از کارهایی هست که میتونید ابتدا انجام بدید. خب اگر یهو چی شد سرعتم اومد پایین توی برین استورم کردم و دیگه یه جایی دارم میبینم قفل کردم یا تدی دارم آروم آروم میرم جلو، چه کار باید بکنیم؟ میگه instead of thinking about a new idea think about the variations, use analogies or random words. میبینید ایده نمیاد. خب ایده نیومد، اوکی، بیاید حالا مقایسه کنید با چیزهای دیگه، انالوجی بهش میگیم، یعنی میخوام تشبیه کنیم به چیزهای دیگه، یا random words استفاده کنید، یعنی راجع به اون تاپیکه کلماتی که related میشه ولی رندومه براش استفاده کنیم. الان با ذکر یک مثال بهتون میگم که اینم باز باعث میشه از دل این random words ها یا تشبیه ها یک سری ایده های در بیاد. خب انالوجی دیکشنری وبستر میگه که resemblance in some particulars between things otherwise unlike. دو تا چیزی که بی ربط به هم میخوان به هم تشبیهش کنن، پس یه جورایی similarity میخوان در بیاره. یا related words هم داشتیم، مثلا نگاه کنید ice، خب اون related word یا random wordی که میاد تو ذهنمون ice، خب یخ چیه؟ یکی از کلماتی که بهش ربط پیدا میکنه cold. steel خب یکی از random words هایی که بهش ربط پیدا میکنه hard. به کمک این random words ها داریم تشبیه میکنیم که آقا steel جسمی سختی است، یا مثلا ice یه چیز سردی است، داره یخ به مثلا نمیدونم حالا سرد بودن مشابهت داده میشه، استیل به سفت بودن یا سخت بودن داره مشابهت داده میشه. پس این کار کمکتون میکنه که هم related words ها استفاده کنید، هم تشابهی که به وجود میاد خب متنتون رو طولانی تر میتونه بکنه. مثلا immigration رو میتونید تشبیه کنید به یک حالا فرضاً بگیم illegal immigration، مهاجرت غیرقانونی، تشبیهش کنیم به یک مثلا راه بی پایان که باید تا آخرش رفت، یا راه بی برگشت. یا مثلا خارج درس خوندن رو تشبیهش کنیم به مثلا برفرض رانندگی توی یه جای تاریک، مثلا میگم اینجوری. خب این میتونه بعد خب رانندگی مثلا یعنی شما خارج درس خوندن کم براش ایده دارید برفرض یکی از سختیاش، ولی برای رانندگی توی جای تاریک رو مثلا میبینید چه جوری آقا تاریکه، نمیبینم، تصادف میشه، خراب میشه، نمیدونم ماشین میخوره به جای زخم میشه، نمیدونم میترکه، اینا رو بلدی. حالا بیا این رو ربطش بده یواش یواش به چی؟ به اون خارج درس خوندنه که خب خارج درس خوندنه اگه مثل رانندگی باشه پس ممکنه اونجا من یه تصادفاتی برام اتفاق بیفته. این تصادفات چیه؟ حالا نمیگیم اکسیدنت ولی میگیم اینسیدنت. چیا هست؟ خب زبونشون رو نمیفهمم، نمیدونم ممکنه برخورد کنم، حالا بحث ماشین بود دیگه، برخورد کنم با یک فرهنگ عجیب غریب، برخورد کنم با آدمایی که اصلا حرفشون رو نمیفهمم، فرهنگشون نمیفهمم، برخورد کنم با مشکلات اقتصادی مالی، برخورد کنم با مشکلاتی که به خاطر ندونستن اون فرهنگ است، مثلا نمیدونم تبوها رو نمیشناسم یا یه چیزای اینجوری. یک شباهت‌هایی میتونید داشته باشید که حالا یه مثال دقیق‌تر بهتر براتون دارم. یه لحظه بچه‌ها این رو بخونیم، تاپیکش رو بالای صفحه گفته چی؟ تاپیکش رو لطفاً یه لحظه بخونید. بله خب تاپیک راجع به وایلنس توی مووی هست و serious social problems.
خب بیام اول بچه‌ها قرار شد اینها رو بیام مثل related words براش و random words براش brainstorm کنیم اگر ایده به ذهنمون نمیاد. social problems میتونیم یکی از مثالاش رو مثلا بیام بگیم crime و پس من social problem رو دارم یه جورایی شبیه crime میدونم، یکی از این ایده‌هاش. حالا برای crime من random words هایی که بیارم کمک میکنه بتونم پاراگراف بنویسم. مثلا crime چیه؟ killing. crime چیه؟ violent. crime چیه؟ disobey laws. crime چیه؟ break social rules هست. اینا میتونه related wordsی باشه که در کنار این crime میاد و ایدهتون رو بستش میده، بازش میکنه و میتونید راجع به crime in young people صحبت کنید که حالا این young people چه crime هایی دارن. پس ببینید با اون random words related words هایی که brainstorm میکنید، الان آیدیا ندادیم، آیدیا یه دونه داشتم اونم crime بود. خب ولی با این related words ها هست و اون random words هایی هست که بهش مرتبط میشه، دارم بستش میدم. پس به جای اینکه ایده بدم میام random words استفاده میکنم برای یه دونه از ایده. حالا 5 تا ایده تو ذهن من نمیاد، 2 تا میاد. برای این 2 تا هر کدومش این تعداد 4 تا 5 تا random word هم بیارم، خودش 2 تا پاراگراف کامل میتونم راجبش بنویسم و کمک کننده است. پس این random words چیز بدی نیست، کمک کننده است. خب شما چی لازم داری وقتی میخواید برینستورم کنید؟ بچه همینجور برینستورم سرسری نگیریدش دیگه، یه کمی اولش به خودتون سخت بگیرید، بعدش براتون عادی میشه. بعضی از بچه‌ها عادت دارن روی colorful sticky notes می‌نویسن، اون کاغذهای کوچولو کوچولویی میچسبونن این ور اون ور، هر ایدهشون روی کاغذ می‌نویسن، بعد random words هم زیرش. خب خوب میشه دیگه، تو ذهن بیشتر میشینه. colored بعضی حالا sticky notes دوست ندارن، colored pens استفاده میکنن، یعنی مثلا مین ایدیاشو با رنگ قرمز می‌نویسه، ساپورتینگ ایدیاشو با رنگ آبی می‌نویسه، بعد مثلا نمیدونم حالا مثالاشو با رنگ سبز می‌نویسه، نتیجه هاشو با رنگ مثلا بنفش می‌نویسه. این کارا اینجوری میکنن بچه‌ها، خب برای خودشون نظم میدن به نوتاشون. حتما یه نوتبوک یا نوتپد میخواید. یه بدی کارتون اینه که بچه‌ها شما برینستورم که میکنید روی تیکه کاغذ چک نویس می‌نویسید، بعدم مچالش می‌کنید میندازید دور میره. اینا رو بتونید توی نوتبوک برینستورم کنید، تفاوت‌ها رو و پیشرفت کردناتون بیشتر می‌بینید و حتی براتون میمونه دیگه، بعداً میتونید نگاش کنید، کمش کنید، زیادش کنید یا جای دیگه ازش استفاده کنید. باز برای اینکه بتونید خوب برینستورم کنید که حالا جلوتر اینا رو بهتون میگم، مگزین میخواد، بوکس میخواد، گرافیک ریچ پابلیکیشنز میخواد، چون توی اینها پر از ایده است. حتی یه عکس یا یه تصویر که شما میبینید توی یه کتاب یا مجله، خودش میتونه اون عکسه بهتون ایده بده که چی هست، چه اتفاقی داره توش میفته، چی میشه. تایمر خوبه اگر برای خودتون بچه‌ها استاپ واچ تایمر بذارید، بگید من فقط 5 دقیقه میخوام وقت بذارم روی برینستورمینگ، بیشتر نه، یا 10 دقیقه میخوام وقت بذارم بیشتر نه، خودش خوب خواهد بود. و حتی گفتیم 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه اولش میتونستید حتی ذهنتون آماده کنید که یه فان تاپیک رو بیارید بنویسید، پس تایمر اونجا نیاز دارید. بعضی از بچه‌ها با میوزیک پلیر خب راحت‌ترن، وقتی یه آهنگ یه چیزی پلی میشه بک‌گراند خیلی بهتر و راحت‌تر ذهنشون کار میکنه. حتی بعضی از بچه‌ها خیلی دستی نیستن، خطشون میگن بده و اینا، روی کامپیوتر یا لپتاپ ممکنه برینستورم کنید، حتی سرچ اینترنتی بخواد بزنید. و بچه‌ها نگاه سخت به خودتون نگید، راحت beverages and stacks، اینم جالب، کنار خودتون بذارید، قشنگ بخورید، بیاشامید، زیاده روی هم نکنید و در کنارش برینستورم هم بکنید. بعضی وقتا تو شاید سخت که خودتون رو میذارید جواب نمیده، یعنی هرچی ریلکس تر میکنید برینستورم میکنید بهتر میشه. خب حالا اون اصولی که باید رعایت کنید چی هست؟ چک لیست فور برینستورمینگ. یه اصلی داریم به نام اسکمپر. اسکمپر مخفف چند تا کلمه است. اسکمپر سابستیتوت هست، Cش combine هست، Aش adapt هست، Mش modify هست، Pش purpose هست، Eش eliminate هست و reverse، که حالا اینا رو میشه کم و زیاد کرد ولی ترتیب رو میشه همین رو برد جلو. مثلا ممکن شما substitute و combine و adapt و modify رو داشته باشی ولی purpose و eliminate و reverse رو نداشته باشی توی brainstorm کردن. پس میشه به همین ترتیب باشه ولی کم و زیادش هم میشه کرد یا ازش میشه حذف کرد.
اینها چی هست که تو برین استورمینگ من باید به عنوان یک اصل در نظر بگیرم؟ خب substitute میگه can you interchange components, methods or people? Can you look at the subject from the eye of a different person? Can you use things from the eye of a 60 Can you say things from the eye of a 60-year-old person? پس نگاه کنید شما مهاجرت رو از دید خودت ایده‌ای نداری، ولی مهاجرت رو از دید یک مثلا آدم سوریه‌ای در نظر بگیری که درگیر جنگ و دارن میکشنش، یا مهاجرت رو از دید یه آدم 40 ساله‌ای در نظر بگیری که تو مملکت خودش هنوز نتونسته پیشرفت کنه. اینا تو سوالایی که مخصوصا تو سوالات آیلتس وقتی میاد میگه discuss this view یا both these views، یعنی از قول یه عده‌ای تو سوال حرف زده، اونجا مثلا این کارو به دردتون میخوره. combine بیاد یکی دو تا المنتش رو با هم دیگه قاطی کنید، two or more elements. مثلا بیایم سن رو با جنسیت تو رایتینگ هم قاطی کنم، بگم اگه این سن باشه با این جنسیت براش سخت اگه بخواد مهاجرت کنه. مثلا میگم تو سن 50 سالگی برای خانم ها معمولا سخت‌تره. چرا؟ حالا میام هی ایده به این اضافه میکنم. پس میتونم یه دو تا المنت با هم دیگه کامباین کنم. adapt اینه که بتونم این سری از ایده‌هام تطبیق بدم و تغییر بدم. use ideas from other areas to help you. حتی میتونم بپذیرم از یک سری از ایریاهای دیگه، زمینه‌های دیگه. مثلا بیام از فیزیک که رشته خودمه یه چیزی اضافه کنم، از سوسیولوژی، از سایکولوژی، از نمیدونم حالا بعد انسانیش، از بعد نمیدونم حالا پزشکی، هر چیزی که یک کمی ایده بیشتری راجبش دارید به این اضافه کنید. مودیفای کردن یعنی که بتونید چنج کنید، یه بخشایش رو چنج کنید. بیاد مثلا نمیدونم رنگ بهش اضافه کنید، رنگش اصلا عوض کنید. بیاد نمیدونم شکلش رو عوض کنید، استایلش رو عوض کنید، یوزرش رو عوض کنید. این کارا رو میشه کرد. مثلا گفته اینترنت برای بچه‌ها، بگیم حالا اینترنت برای بزرگسالان. میتونم یه ساید دیگه بهش اضافه کنم. خب حالا purpose، بیام استفاده از اون ابزار رو که دارم تو رایتینگم می‌نویسم و بیام هدفش رو عوض کنم. مثلا میگم اینترنت، اینجا هم نوشته گفته اینترنت is normally used for searching topics. خب استفاده رایجش اینه که مردم سرچ میکنن تاپیک‌های مختلف رو تو اینترنت، ولی بیام حالا یه هدف دیگه به این سرچ اضافه کنم. بیام بگم که finding books and articles for free to save money. یعنی هدف اون ابزاره رو بیام تغییرش بدم. این خودش یه جنبه جدیدی باز میکنه دیگه. از اون نرم عادیش خودم رو دور کنم. یا حتی eliminate کنم، بیام narrow it down to core functionality. دیگه چیزای خیلی بی ربطش رو بذارم کنار، حذفش کنم. بیام سراغ اون هسته مرکزیش و ساده ترش کنم، simplifyش کنم. یه سری element های اضافی رو که میبینم هی داره از تاپیک دورم میکنه ورش دارم دیگه. و reverse or sometimes rearrange. پس اسکمپر هم برای reverse or rearrange بود. Can you use a different sequence or arrangement? Can you reverse the order of events? مثلا شما از 0 به 100 رفتی، حالا از 100 بیا به 0. بگو حالا اگه این کار رو بکنیم اون اولش چه اتفاقی میفته یا اون شخص چه بلای سرش میاد. اوکی. پس این حالا اسکمپر هست که برای برین استورمینگ میتونید اینا رو تو ذهنتون داشته باشید و کم و زیادش کنید. میخوایم بریم یه نمونه از این ببینیم که مثلا با این روش، با این اصول میشه برین استورم کرد یا نه. این یه تاپیکه، یه لحظه میخونیدش بچه. خب راجع به خارج درس خوندن و بنفیتس و دیسگریمنت هایی که با این هست، حتی دیسادوانتیجش هست. خب طبق این اسکمپر میتونم یه کارایی بکنم. البته اون 12 تا روش که گفتم هنوز بهش نرسیدیم، شاید اون براتون راحت تر باشه. مثلا طبق اسکمپر میتونم طبق اسش سابستیتوت کنم، یعنی بیام حالا به خارج درس خوندن از دید خودم به عنوان دانشجو نگاه نکنم، از دید فامیلیم یا خانوادم به این نگاه کنم. خب فامیل من یا خانواده من ممکنه بگن چیش بده چیش خوبه،
شاید هزار بار تو خونه بحث کرده باشید که مثلا من میخوام برم خارج، میگن نه بابا میخوای بری اونجا تنهایی فلان بسان، چیکار میخوای بکنید، سخته فلانه. مثلا از این دید بهش نگاه کنید، از دید خودتون دیگه بهش نگاه نکنید. بیاد نقل قولای از بقیه تو رایتینگتون، نقل قول که حالا نمیشه گفت ولی حرف بقیه رو میشه گفت، کامباین کنم، بگم خب اوکی درس خوندن خوبه ولی تو چه سنی با چه هزینه‌ای، پس میام ایج و کاست رو این وسط کامباین کنم، ادپتش کنم، بیام از بعد روانشناسی به این نگاه کنم دیگه، حالا از دید خودم نباشه، بگم اگه سایکولوژیکلی اسپیکینگ چه اتفاقی برای اینا که میرن خارج درس بخونن میفته. میتونه اصلا از یه دید دیگه باشه، مثلا از دید اقتصاد دانا باشه، مثلا از دید نمیدونم حالا پولیتیشنز باشه، از دید مثلا بیایم بگیم از دید ادویکیشنالیستا باشه، هر دید دیگه میتونید بهش اضافه کنید. حالا بیام مودیفایش کنم، چنجش کنم، یعنی بیام بگم حالا اگه نتونستن درسشون رو بخونن چی؟ حالا بحث درس خوندن خارجه، بیام حالا تغییرش بدم بگم اگه نتونستن بخونن چی؟ اینجوری ایده اضافه کنم. یا هدف درس خوندن چیه؟ مثلا بیام هدف رو یکم دستکاریش کنم. میگم the normal purpose of studying in a foreign country is to have better education. خب بعضی وقتا بعضیا به هدف اصلا فرهنگ اون کشور میرن اونجا، میگه آقا من عاشق اینم. حالا بیام از دید کالچورال هم بررسیش کنیم که این درس خوندن کالچورالی چه بنفیتی مثلا میتونه داشته باشه. ببینید این اسکمپر که بهتون گفتم، البته تا پیش ما اومدیم SCAMP شو داشتیم، ER آخریش رو نداشتیم دیگه، بهش نمیخورد دیگه، چون یه eliminate بود و یه دونه هم rearrange بود. اون دوتا مثلا به این نمیخورد، من با همین چند تا آیتمش برینستورم کردم. پس ببینید این روشم خوبه، روش خوبیه و یکی از اصول پایه حالا برینستورمینگ هست. ولی خب بعضی وقتا روتیت کردنم بچه‌ها یه روش خوبیه تو برینستورمینگ. برکن 2004 میگه که add a bit of physicality to brainstorming. Get up, move around. Physical movement can inject a bit of levity and energy into the session. یه وقتای هنگ که میکنید دیگه ایده نمیاد، پاشید یه دوری بزنید، برید یه دقیقه در یخچالی باز کن، بشین، نمیدونم یه شبکه‌ای بالا و پایین کن، یه نگاهی تو اینستاگرام کن، برگرد. این رفتن و اومدن فیزیکالیتیه باعث میشه ذهن یه کمی اون استرسش کمتر شه، اون قفلی که کرده قفله یه کمی باز شه. بعد از یه دقیقه 2 دقیقه برمیگردید میبینید یه ایده اومد و واقعا کار میکنه، اینا واقعا کار میکنه. پس یه کله‌ای به خودتون فشار نیارید بشینید نیم ساعت پای ایده پردازی، هنگ میکنه ذهن آدم. چند دقیقه وسطش 1 دقیقه 2 دقیقه به خودتون بریک بدید، برید بیاد بچرخید. این خیلی کمک کننده است، چیزایی هست که بهش خیلی دقت نمی‌کنید، این میخواد زودی تموم شه بره. خب گفتیم در 12 تا روش داریم که میتونه توی برین استورمینگ بهمون کمک کنه. اولین روشمون مایند مپینگ هست که باهاش آشنا هستید. مایند مپینگ هم ورژن آنلاینش هست، میتونید ترای کنید. خب سر جلسه امتحان که نمیتونید آنلاین این کار بکنید. هم ورژن کاغذیش خودتون میتونید بیارید و انجام بدید. خب توی این مایند مپینگ چه اتفاقی میفته؟ ما یه سنترال ایدیا داریم، مثلا پروداکت لانچ، یه نیو پروداکت لانچه. خب یه محصول جدیدی که یه شرکتی میخواد مثلا بر فرض ارائه کنه، این میتونه چه ریسکایی داشته باشه، چه خوبیایی داشته باشه فلان. مثلا فرض کنیم سوالمون راجع به اینا بود. خب میام هی خط از این میگیریم، از این سنترال ایدیا و اسپکت های مختلفش بچه‌ها بررسی میکنیم. خب بریم رو فروشش چه تاثیر داره، ساپورت چی داریم، چی باید بهش اضافه شه. اوکی، وبسایتمون، مارکتینگمون، هی بهش شاخ و برگ اضافه میکنه. حالا تو اون شاخ و برگ اضافه کرده دوباره یه سری شاخه‌های فرعی داریم که این کمک میکنه اون موضوع رو، همون چیز بود بچه‌ها رندوم وردز بهتون گفتم، مثلا شما برای سیلز میتونید یه سری رندوم وردز کنارش بنویسید، ایده رو دادید دیگه، ایده اومده، حالا با رندوم وردز میتونید ساپورتش کنید، اکستندش کنید، بستش بدید، بازش بدید که سیلز، حالا سلر هست، سل هست، نمیدونم حالا اینک، نمیدونم حالا درآمدشون هست، رونیوشون هست، مانیه، نمیدونم اینا رو میتونید بذارید، با اینا بعد بشینید توی رایتینگ جمله سازی کنید که خب این ریلیتد وردز ها یا رندوم وردز هایی که قبلا گفتیم اینجا هم باز به کار میاد.
خب این مایند مپینگ رو معمولا باهاش آشنا هستید، یکی از اصول پر استفاده توسط بچه هاست معمولا. خب یه روش دیگه گپ فیلینگ، اینم خیلی جواب میده. گپ فیلینگ میاد اول میگید که طبق اون موضوع start with where something or someone is. این موضوع الان کجاست، یعنی شخصی که میخواد مهاجرت کنه الان کجاست. بعد برسم به این که say where something or someone will be. اون چیزه به کجا خواهد رسید، اون شخصه به کجا خواهد رسید. اوکی. خب حل. یه مثال ببینیم. همون گفتیم که nowadays many students choose to study abroad in a foreign country. Many think that this has many benefits while others disagree. یه عده میرن خارج درس بخونن، یه عده میگن خوبه، یه عده میگن بد. خب حالا بیام بگم اون کسی که میخواد بره خارج اصلا الان کجاست که بعد به کجا خواهد رسید. پس میگم الان اون شخص those who choose to study abroad are with their friends and family now. الانش با دوستان و فامیلیشون هستن. know their native language. زبان خودشون هم میدونن. are familiar with the rules of their own culture. قانونهای کشور خودشون هم میدونن و فرهنگشون هم میدونن. ولی اگه رفت خارج برای خاص بره درس بخونه، حالا به کجا میرسه، چی میشه، همینا رو میتونم اونوریش کنم. بگم الان این تو زندگی شخصی خودش و زندگی فامیلیش و دوستیش و فلان مثلا اینا رو داره. حالا اونجا چه جوری میشه؟ خب پس those who study abroad will have to leave their friends and family behind. پس مجبور این دوست و فامیلش رو اینا رو بذاره پشت سرش بره. have to learn a new language. میدونید دونه دونه اونایی که گفته بودم هست. حالا میگم چی خواهد شد. have to learn a new language و have to learn rules of that country. مثلا این چقدر رایتینگتون طولانی تر کنه. الان 6 تا ایده است. خیلی قشنگ میتونه این رایتینگتون رو بست بده. Good. یه دونه دیگه روش برای برین استورم کردن SWOT هست. SWOT مخفف چیه؟ SWOT Sش برای strengths، Wش weaknesses، O برای opportunities و Tش برای threats. قوتش چیه، ضعفش چیه، فرصت هایی که هست چیه، تهدیدها چیه. این خب توی مدیریت هم خیلی استفاده میشه SWOT. خب همون تاپیکه که یه عده میرن خارج درس میخونن، حالا میخوام از بعد SWOT بیام برین استورم کنم. پس با این روش میخوام برین استورم کنم. خب مزیتاش چیه؟ خب میتونم بگم better facilities. حالا random words میدم. better facilities چیا بود؟ لایبرری، modern labs. چند تا random word میارم یا related words میارم. یا better education system. این better یعنی چی؟ میام چند تا random words کنارش میذارم، ببین خودش قشنگ میشه یه پاراگراف. اصلا میشه 2 تا پاراگراف. better facilities یه پاراگراف، better education system یه پاراگراف دیگه. خودش 2 تا پاراگراف قشنگ کاور میکنه. حالا on the other hand weaknesses چی؟ higher costs. خب دوباره چی؟ random words. cost, expensive, too much, نمیدونم unaffordable. یا دوباره distance from family and friends. حالا موقعیت هایی که بهم میده، فرصت ها چیه؟ working in a multinational environment. میرم درس میخونم، بعدش میتونم توی محیط چند ملیتی کار کنم. higher standards of living. اصلا سطح زندگی میره بالاتر. تهدیدهایی که داریم چیه؟ ممکنه دانشگاهی که انتخاب میکنم low ranking university باشه. یا تهدیدهایی که دارم ممکنه دچار کالچر شاک بشه. یا ممکنه مثلا نمیدونم یه تهدیدش این باشه که حالا با آدمایی که هم کلاسی میشن مثلا هر کدومشون از ملیت‌های مختلفن، نمیتونم کمیونیکیت کنم. پس اینا رو بچه‌ها در حد کلمه می‌بینید و ایده هست دیگه، واقعا خودش میتونید با رندوم وردزایی که کنارش میارید ایده ها رو بازش کنید، بستش به یه جمله سازی کنید. پس این SWOT یا SWOT هم به شدت تو برین استورمینگ کردن خوبه. ببینید چقدر قشنگ کمک میکنه که چیز کنید دیگه. مثلا نگاه الان strengths و opportunities بار مثبتشه. فرض کنید رایتینگتون ادوانتج دیس ادوانتج بوده، مثلا همین دیگه بنفیت داره میگه تو صورت سوال. پس این strengths و opportunities میشه بار مثبت هم تو قسمت ادوانتج ها میگم. weakness و threats هم میشه بار منفیش تو قسمت دیس ادوانتج میارمش. به همین راحتی و خوشگلی و خوشتیپی و مجلسی. اوکی. دیگه چی؟ The 5 whys. این هم یه روش دیگه برای برین استورم کردن.
5 whys میگه چی؟ میگه 5 تا why از خودت بپرس. این 5 تا why تازه زیادم هست. مثلا میگیم why is this happening؟ چرا الان داره این اتفاق میفته؟ Why didn't this happen 5 years ago؟ چرا اصلا 5 سال پیش نبود؟ میگه why ها مختلف خودتون بپرس. از خودتون بپرس. یه مثال میگه today's teenagers have a more stressful life than previous generation. این سوال بود. خب حالا چرا واقعا more stressful life؟ یکیش why به خاطر educational system. یکی دیگهش why به خاطر tighter competition among students. یکی دیگهش why به خاطر اینکه families want them to be more successful. یکی دیگهش از چی میاد؟ از teachers میاد که همون به education ربط پیدا میکنه. یا دوباره teachers. حالا چرا teachers؟ مثلا نگاه خود همون اون یکی از وایا هم دو تا از وایا هم اصلا میتونید هی وای یا وای بعدی ساپورت اون وای اولیه باشه. مثل اینجا مثلا گفتم higher demands from teachers. حالا چرا higher demands؟ چرا معلمات سخت میگیرن به بچه‌ها و ازشون زیاد میخوان؟ چون که حالا یه وای دیگه به این خود این اضافه میکنه. چون که teacher wants to ensure higher efficiency. میخوان کلاسشون پر بازده باشه، پس فشار میزنن رو بچه، پس استرس رو بیشتر میشه. اصلا میتونستن اون ستا رو با هم میکسش کنم. education teachers و اون higher efficiency که گفتم. یعنی educational system بشه وای بزرگتره، دو تا وای کوچیکتر زیرش higher demands from teachers، یه وای کوچیکتر زیرش teachers want to ensure higher efficiency. یعنی مثل یه شاخه درخت که از اون شاخه بزرگه است، بعد یکی دو تا شاخه ریزتر زیرش داره قشنگ پر و بال داده میشه و بزرگتر میشه. اینجوری هم خیلی این 5 why هم جوابه و خب خوب هست. یه روش دیگه بهش میگیم starbursting. starbursting هم روش جالب و قشنگ و خوبی است. starbursting WH words ها شما بلد باشید با همینا میتونید brainstorm کنید. WH words ها چند تاست؟ الان همینو بشمارید دیگه. who, what, where, when, why, how. شد چند تا؟ 2 و 4 و 6 تا. همین 6 تا رو بلد باشید کلی ایده میشه باهاش. مثال این تاپیک بالای صفحه رو بخونید. یه تاپیک سخت هم هست اتفاقا. خب راجع به مالتی نشنال کمپانیز و تأثیرات منفیش روی quality of life. خب من میام به ترتیب میگم اوکی من موافقم که آقا این seriously damaging our quality of life. بله اون چیزی که تو سوال داده من موافقم. حالا میگم خب این دمیج چی هست؟ what؟ یکی از دمیجاش اینه که workers ها vulnerable میشه، آسیب پذیر میشه. خب پس آسیب میزنه به ورکر ها این مالتی نشنال کمپانیز. به کدوم ورکر ها؟ اونایی که ممکنه یهو بیکار بشن که دارن توی کمپانی ها کار میکنن. کجا بیکار میشن؟ تو کانتری هایی که اینا اومدن شعبه زدن. حالا کی بیکار میشن؟ کرایسیس تایم، وقتی که مثلا یه بحرانی اتفاق میفته، شرایط اقتصادی، تحریم، هر چیزی. حالا چرا مثلا اینا بیکار میشن؟ چون که دولت فشار میاره، وضعیت اقتصادی، مثلا دولت فشار میاره که این کمپانی باید تعطیل کنه بره، یا نمیدونم فشار تحریم مجبور تعطیل کنه بره، یا اصلا اکونومیک کندیشن اون کشور ضعیفه مجبور تعطیل کنه بره. حالا چه جوری اینا بیکار میشن؟ چون کمپانی move their production facilities out، چون میبرن اصلا دیگه جمع میکنن کارخونهشون، جمع میکنن میبرن، پس اینجوری بیکار میشن. پس ببین اصلا شما 3 تاش هم داشتی، همون what و who و where و whenش هم داشتی، بس بود. یه پاراگراف قشنگ از توش در میاد. ببینید چقدر قشنگ با این WH words ها what, who, where, when, why, how من تونستم یه پاراگراف اصلا دیولوپ کنم. راجع به ورکرز هم بود همش. پس به ورکرز و آسیب پذیریشون شد مین ایدیا. اینا پشت سرش دیگه همش میشه اکستند و ساپورتش به این صورت. خب این هم خیلی ساختار قشنگی starbursting یادش بگیرید. brain writing چیه؟ brain writing میگه involves having each participant anonymously write down ideas on index cards. The ideas can then be randomly shared with other participants who add to or critique the ideas. Okay. خب این برین رایتینگ گروهیه بیشتر. مثلا شما اگر توی کلاس گروهی میرید این اونجا کار میکنه که هر کسی بی نام روی تیکه کاغذ یه دونه ایده مینویسه یا چند تا ایده مینویسه، بعد ایده ها هی
شیر میشن و آخر کار میشه کلکتش کرد و 3 تا 4 تا 2 تا از بهتریناش رو انتخاب کنیم و به عنوان مین آیدیا برای رایتینگ بنویسیم. این خب باید این مقداری چیز باشه، کلاسی باشه. حتی بچه‌ها اگه کلاس خصوصی هم میرید، مثلا 2 3 نفره کلاس میرید، همین کارا رو میتونید بکنید. توی واتساپ میتونید یه گروه بسازید، مثلا وقتی رایتینگ دارید یا اسپیکینگ، هر کسی نفری 2 تا 3 تا ایده بده. و 2 تا 3 تا ایده، مثلا 3 نفر بودید میشه 9 تا ایده. از این 9 تا 2 تا 3 تاشو به عنوان ایده های اصلی انتخاب کنید و رو همون دیگه مانور بدید و با هم دیگه شیرش کنید. collaborative brain writing هم باز اینم یه روش دیگه است که معمولا اینم گروهیه. خب این چه جوریه؟ این دیگه مثلا سر کلاس، مثلا شما میاد یه مسئله رو روی تخته می‌نویسید، هر کسی میاد پشت سر این یه دونه شاخ و برگ اضافه میکنه. اوکی. به این صورت. پس اینم یه روش دیگه است. اون روش قبلی چجوری بود؟ هر کسی 2 3 تا ایده جدا میداد، شما از بین 2 3 تا انتخاب میکنید. این حالا یه موضوع، هر کسی میاد یه ایده جدید بهش اضافه میکنه و اوکی، بس داده میشه و باز میتونی ازش انتخاب کنید. ریورس تینکینگ یه روش دیگه است. اوکی. ریورس تینکینگ اسمش هم روشه، برعکسش میکنیم یا برعکس فکر میکنه. میگه this creative approach asks what would someone else do in our situation. خب then imagine doing the opposite. Would it work? Why or why not? Does the usual approach really work well or are there better options? پس alright. همون ریورس تینکینگ مثلا میگم میتونید برفرض اینی که گفته خب what would someone else do in our situation. okay. مثلا گفته مهاجرت برای دانشجوها، حالا بیام از دید خانواده در نظر بگیریم، حالا بگیم اگه خانواده میخواست مثلا مهاجرت کنه چی رو در نظر میگرفت، چه چیزهایی در نظر میگرفت. بعدش میتونید اینو مودیفایش کنید، هم دیگه خانواده رو نگید بیاریدش از دید همون استودنت مثلا بگیدش. ولی خب یه کلکی داره میزنیم این وسط دیگه، یعنی شما میبینی که از قول یک کسی یا یک چیز دیگه بگی ایده داری، یا از یه زمینه دیگه بررسیش کنی ایده داری، ولی خود اون زمینه رو نه، ایده زیاد براش نداری. پس میاد برعکسش میکنی. فکر کنم یه کمی بعضی وقتا جواب بده، ولی خب اگه نه تکنیک زیاده دیگه. مثلا با این حال نمی‌کنید، خب نمبر 9 rapid ideation یا free writing. free writing اینه که بچه‌ها همینجوری 10 دقیقه بشینید هر چی میاد بنویسید، اصلا کاری نداشته باشی الان مین ایدیا دادم، ساپورت آوردم، نمیدونم درسته غلطه، اصلا ایده بهش میخوره نمیخوره، هیچی. 10 تا 15 دقیقه کلا بشینید راجع به اون تاپیک هر چی میاد بنویسید. اصلا به خودتون سخت نگیرید. گفتیم اینجا چی مهمه؟ کوانتیتی مهمه و کریتیسیزم هم جایی نداره. یعنی من میشینم مینویسم، اصلا شد 100 کلمه، اصلا 250 کلمه آیلتس هم نشه، تو این 100 کلمه هم هر چی اومده نوشتم. اصلا ایده‌ام بعضی جاهاش نظم داره نداره، قاطی پاتیه، اوکیه. این فری رایتینگ اسمش هم روش رپید ایدییشن. حالا روی اون میتونید بشینید حالا کم و زیادش کنید، بگید مثلا خب اوکی این مین ایدیا بوده، من به جای ساپورت استفادهش کردم، جابجاش میکنم، این یه چیزای کم داره، ایده دومیه بهش اضافه کنم، این اصلا بی ربطه بذارمش بیرون یه چیز دیگه اضافه کنم. اصلا نه نگران گرامرش باشید، نه نگران استایل رایتینگتون باشید، نه نگران ورد چویس باشید، بذارید بیاد. این روش برین استورمینگ دیگه. فاینال ورژن رایتینگتون که نیست که می‌نویسید می‌بینید اصلا نصفش هم به درد نمیخوره، هیچ ایرادی نداره، ولی خب ذهنتون یه نرمش کرده و آماده است که یه چیزای دیگه به این اضافه کنید، یه چیزایشو تغییر بدید. این خب پس غنیمته برای خودش. واتیف هم روش خوبیه. واتیف اینم خیلی جواب میده. مثلا شما راجع به یه موضوعی داری می‌نویسی، حالا میگی what if this problem came up 100 years ago، حالا 100 سال پیش اگه اومده بود چه جوری بود؟ مثلا راجع به ایمیگریشن، مثلا خب میگی خب اگه مردم 100 سال پیش مهاجرت می‌کردن دانشجویی چه جوری بود؟ چه جوری میشد حلش کرد اگه مشکل دار بود براشون؟ what if Superman were facing this problem، حالا اگه آدمای فرازمینی با این مواجه بشن چی؟ how would he manage it؟ او چه جوری
مثلا یه واتیف میگید پشت سرش یه سوال دیگه هم از خودتون میپرسید. واتیف این باشه how would it be solved. واتیف یه کسی دیگه ای باشه how would he manage it. What if the problem were 50 times worse. اگه 50 مرتبه بدتر بود، 100 مرتبه این مشکل بدتر بود چی بود؟ اوکی. What would you do. چیکار میکردی؟ پس این واتیفا هم خیلی تو برین استورم کردن به دردتون میخوره و کمکتون میکنه به شدت. همین این واتیفه میتونست با اون ریورس تینکینگ قاطی بشه. حالا what if مثلا چی میشد اگر مثلا معلمان خودشون توی شرایط قرار میگرفتن. اوکی. what if چی میشد اگه خود دولت مردم مثلا میومدن جای مردم فقیر مینشستن. اونا چجوری به این نگاه میکردن، چجوری سعی میکردن حلش کنن. اوکی. پس ببین این واتیفه و ریورس تینکینگ و اینا میتونه با هم قاطی شه بچه‌ها. اینا روشایی هست که کنار هم میتونه بیاد. و رول استورمینگ این هم یه روش دیگه است. خودتون رو میاد میذارید توی جای اون مردمی که تو اون سوال مطرح شده. مثلا میگم توی رایتینگ های پرابلم توی رایتینگ های پرابلم سولوشن میتونه بیاد، تو رایتینگ های دیسکاس آیلتس هم میتونه بیاد. اوکی. و از خودتون سوال میپرسید که why should it be like this. چرا حالا اینا تو این شرایط قرار گرفتن، چرا اینجوریه. why do they feel like this. چرا اصلا حسشون اینجوریه. why do they say like this. اون 5 تا وای بود، الان این رول استورمینگ با اون 5 تا وای قاطی میشه. خودتون میذارید سر جای دیگه، کس دیگه و هیچ شروع میکنید وای میپرسید که چرا اینا اینجوری فکر میکنن، چرا اینجوری هست، چرا اینجوری شده. اوکی. حتی میتونست با اون ستار برستینگ این اتفاق بیفته. خودتون رو بذارید جای عده‌ای، حالا why where when how what اینا رو از قول اونا برین استورم کنید. ببینید چقدر راحت میشه این سوالای دیسکاشن دیگه تو آیلتس نوشتنش. و ریسرچینگ خب این زمان بره و تو خونه باید مطمئنا انجام بدی. سر جلسه امتحان اتفاق نمیتونه بیفته. همون بوکس و مگزینز و آنلاین ریسورس هایی که گفتیم میتونید برید بخونید، یه مثال، 2 مثال، 3 مثال ازش یه سری ایده و اطلاعات جمع کنید. این برای وقتی که دیگه خیلی داغونه اوضاع و اصلا هیچ چیزی به ذهنتون با اون به استار برستینگ و نمیدونم 5 وایز و نمیدونم واتیف و اینا نمیاد و دیگه مجبورید برید سراغ ریسرچ کردن که تو کتاب، مجله یا آنلاین سورس ها بگردید ببینید این تاپیکه. اگر سرچش کنید یکی 2 تا مثال خوب براش بیارید که اولویت هم بذارید با مثال هایی مثلا سایت های مثل گاردین، مثل بی بی سی، مثلا نمیدونم نیویورکر، نیویورک تایمز. این سایت های معتبر. این که مستقیما میرید سراغ سایت های ILC و سمپل های آماده میخونید، کپی پیست میکنید، این هم خوب نیست. یعنی سعی کنید برید سراغ اون سایت های معتبر که آنالیز کرده موضوع رو، کلی کلمات قشنگ و خوب و مرتبط و اصلا نیتیو کلمات نیتیو داره توش دیگه، نیتیوا نوشتنش. اون سایت ها خیلی بهتره. اوکی. پس میتونید 2 تا سورس رو سرچ کنید، 5 خط 10 خط از هر کدومش بخونید. حالا ایده ها رو یادداشت کنید و بیارید و تو رایتینگ خودتون ازش استفاده کنید که این فقط صرفا به در تمرین تو خونه میخوره. خب حتی از متنایی که میخونید بچه‌ها، چه ریدینگ ها چه لیسنینگ ها، میتونید ایده اکسترکت کنید و دید انتقادی بهش داشته باشید. مثلا نگاه کنید یه پاراگراف من از سایت یونایتد نیشنز، سایت سازمان ملل که اصلا هیچ ربطی هم نداره به رایتینگ آیلتس، من برداشتم راجع به ایلیگال امیگریشن، اصلا راجع به مایگریشن در کل. خب نگاه کنید این یه تیکه از پاراگرافه. یه دقیقه بچه‌ها این پاراگراف رو بخونید. خب رایتینگ اینجوری بتونید بنویسید که در حد نمره 9. ولی خب من الان که نمیخوام بنویسم، میخوام ایده ازش استخراج کنم، بحث برین استورمینگ دیگه. پس من رفتم گشتم یه سایت خوبی راجع به مایگریشن پیدا کردم یا ایمیگریشن، میخوام حالا ایده ازش اکسترکت کنم. ببین مین ایدیاش چیه؟ گفته migration may be voluntary or forced. خب این میشه مین ایدیاش. حالا voluntary رو چجوری گفته، forced رو چجوری گفته؟ voluntary میاد میگه که in search of better economic opportunities or housing. حالا forced رو چجوری گفته؟ expelled by government. میگه این government ها اینا رو زور میکنن و تبعیدشون میکنن در اصل.
و رندوم وردز ها رو میبینید بچه ها، مثلا والنتری، دوباره خود کلمه والنتری رو اومده گفته، بعد فورست اومده خود کلمه فورس رو گفته، اکسپل رو گفته، فورسیبلی رو گفته، اسلیو رو گفته، اینا پریزنرز رو گفته. اینا همون رندوم وردز هایی هستن که گفتیم قبلا برینستورم کنیم. پس یه متن رو که میخونید مین پوینتش رو ببینید، بعد اکستند و سپورت هاش هم بکشید بیرون. اوکی، که همین قرمزا بچه الان دقیقا شده همون اکسترکت کردن از یه سایت که اینا رو اینجا براتون نوشتم. Why migration forced. اوکی. بعد میتونید به اینا باز اضافه کنید، مثلا میگم why better economic opportunities، همون استابرسینگ بود، میگم چرا؟ چون دنبال better opportunities هستن. این better opportunities ها چی هست؟ what better job with higher salary or stable position. دوباره میگم why war or political upheavals. استاربرسینگ هست بچه. مثلا یه دونه ایده من از صفحه قبلی استفاده کردم که better economic opportunities بود، دیگه خودم اومدم بستش دادم، گفتم حالا این opportunities ها چیا هست؟ what از روش استاربرسینگ. حالا برای یه دلیل دوم یا یه پاراگراف دوم میخوام بنویسم، میگم حالا چرا باز مایگریشن؟ به خاطر وار هست. کجا هست مثلا وار؟ یه مثالش این میدل ایست هست. برای کیا؟ مثلا who Syrians. نتیجهش چی میشه؟ so they're expelled هم تو قبلیه بود که از صفحه قبلی کلمه استفاده کرد. پس ببینید چقدر قشنگ با اون استاربرستینگه و استفاده از یه متن اومدم یه سری کلمه یا ایده توی رایتینگ خودم آوردم. یه بدیه کارتون اینه که بچه‌ها شما یه چیزی که میری میخونید دیگه همونو کپی پیست می‌کنید میارید مثلا سر کلاساتون. این بده. اگه بتونید مثل این مودیفایش کنید، مثلا تغییرش بدید، تغییراتی توش بدید، خیلی قشنگتر و بهتر و شخصی‌تر میشه و مطمئنا نمره بهتری هم میتونید بگیرید سر جلسه امتحان، چون دارید اصول بس دادن یاد میگیرید، حفظ نکردید که اگر یه کمی تاپیک هم عوض شد گیر کنید و بگید وای حالا چجوری تاپیک رو مثلا من این که نخوندم چه کار کنم، هیچ ایده‌ای ندارم. نه، اصول بس دادن رو الان دارید یاد میگیرید. why what نمیدونم where who، اینا اصولشه دیگه، همون استاربرستینگ یکی از روش‌هایی بود که یاد گرفتیم. خیلی مجله‌های خیلی به دردتون میخوره، میتونه امریکن ساینتیست باشه، بی بی سی نالج باشه، ریدرز دایجست باشه. اینا مجلات خیلی خوبی هست که میشه ازش استفاده کرد، چه آنلاینش چه حالت پی دی افش و کاغذیش، همش یک سری ایده های خیلی خوب توش هست. مرسی بچه‌ها که گوش دادید. امیدوارم این روش‌ها براتون مفید بوده باشه و کمکتون کنه یه مقداری تغییر توی برین استورم کردنتون بدید و بتونید اصولی تر برین استورم کنید. متشکرم از وقتی که گذاشتید و توجهی که کردید. به امید دیدار توی دوره‌های دیگه. حتما بچه‌ها حواستون باشه تمرین کنید روی این روش‌ها و خودتون رو پایبند کنید که یکی دو تاش رو ترای کنید حداقل و ببینید که جواب میده. مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.